بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری امروز. در استودیو فرزانه شیرینبگ. در برنامه سیل در جلیکل قبادیان و خراسان ویرانی ها آورد. سرهنگ گلمراد حلیمов از پی کار رفت و غیب زد. شهردار دوشنبه از توقف طولانی وسیله‌های مسافربری انتقاد کرد. پهلوانان تاجیک از قهرمانی کشتی آسیا در پایتخت قطر یک نشان نقره و 2 برنجی آوردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گوید در پی آمدن سیل در ناحیه‌های جلیکل، قبادیان و خراسان چندین ساختمان ویران شده و ده‌ها هکتار کشتزار زیر گل و سنگ مانده است. عارف ناظمov سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 12 می در صحبت با آزیا پلوس چنین گفت: در نیمه دوم روز دوشنبه بر اثر باران شدید در دهه بوستانی جماعت دهقان‌آباد جلیکل به 11 منزل زیست آبولای در آمده شرایط زندگی در این منزل‌ها را مشکل کرده است. اینچنین مکتب‌های رقم 29، 27 و 35 همین ناحیه را سیلاب زیر کرده است. بنابر اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده، این باران و سیل تلفات جانی در پی نداشته و فعلا کمیسیون ولایتی مدیریت حوادث همراه با مسئولان ناحیه‌ها زیان و خسارات رسیده را برآورد می‌کنند. چنان که 2 تن از سیل زدگان برادران قیومov سلیمان قول و سعید قول در صحبت با خبرنگاران گفتند خانه یکی از آنها کلاً و خانه دیگر نیمه ویران شدند. با گفته سعید قول قیومov، حالا کمیته افزای اضطراری زیان دیدگان را فهرست بندی می‌کند. خویشاوندان سرهنگ گلمراد حلیمov سردار نیروهای آشوب نشانی وزارت امور داخلی تاجیکستان یا آمان باور ندارند که وی سوریه رفته است. نظیر حلیمov برادر سرهنگ حلیمov امروز 12 می در صحبت با رادیو آزادی غیب زدن او را تایید کرد، ولی گفت برادرش هرگز در اندیشه نبود که سوریه رود، بلکه همسرش را گفته است که از پی کار می رود و 3 روز پس برمیگردد. غیب زدن سرهنگ حلیمov گمان و فرضیه‌های گوناگونی را پدید آورد. از جمله گفته می شود که وی گواهینامه فرماندهی و سلاحش را در محل کارش گذاشته سوریه رفته و 10 شهروندی بیکار را نیز با خود برده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان تا کنون در این باره بیانیه نداده است. بار قاسمبک محمد، کارشناس امور سیاسی، در مصاحبه با خبرنگار ما چنین میگوید: در مورد اینکه آیا در حقیقت سردار گروه آمان وزارت داخلی تاجیکستان و گروه داعش پیوسته است یا نه، هنوز اطلاع رسمی پخش نشده. مواد ویدیویی یا رسانه‌ای که این مسئله را تصدیق نماید نیز تا هنوز در نظر نرسیده است و تا زمانی که این موضوع روشن نشود در خصوص این که آیا در حقیقت فرهنگ وزارت کشور و گروه‌های دیگر رخ داده است، قضاوت کردن به نظر من یک مقدار زود است. ولی اینکه چنین یک مقام وزارت کشور بدون در جریان گذاشتن نهاد خود، نزدیکان و بستگانش برای مدتی نسبتاً طولانی غیب میزند، جای سوال دارد. ولی باز هم باید منتظر شد و واقعیت این خبر را در آورد که آیا چی اتفاقی افتاده است و اگر این سرهنگ به گروه های تروریستی یا مشخصاً داعش پیوسته باشد، پس باز هم سوال دیگری پیش می آید که آیا این مثلا یک طرح امنیتی و اطلاعاتی یا اینکه در حقیقت چنین مقام بر اساس ملاحظات، ارزش‌ها و یا اعتقادات چنین اقدامی را انجام داده است. در هر صورت اگر واقعیت تایید شود، پس این اتفاق مثبت برای نهادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان نخواهد بود، بلکه برای روحیات کارمندان این نهادها که مسئولیت بسیار حساس در برابر مبارزه با افراطگرایی و تروریسم را دارند تأثیر نامطلوب به جای خواهد گذاشت. ولی در خصوص خودکشی سرهنگ دیگر، البته این اتفاق نیست که فقط در تاجیکستان افتاده باشد.
بلکه در دیگر کشورهای فضای شوروی سابق در سطح و مقامات به مراتب بالاتر اتفاق افتاده است و هنوز جزئیات این موضوع نیز به صورت بسیار روشن مطرح نشده است و در کل از این دو اتفاق به نظر من نمیتوان این نتیجه را گرفت که در ساختارهای نظامی و انتظامی کشور وضعیت به جای رسیده است که افسران بلند رتبه این نهادها باشیم. به نظر من از یک یا دو اتفاقی که می افتد نمیتوان در خصوص صداقت کل نظام امنیتی و انتظامی تاجیکستان قضاوت کرد، زیرا این اتفاق هر جای در هر کشوری میتواند بیفتد. حتی در نظامهای امنیتی و اطلاعاتی بزرگترین قدرت‌های جهانی ما شاهد اتفاقاتی به مراتب بدتر هستیم. بنابراین بحث صداقت در سطح نظام و سیستم را مطرح کردن به نظر من یک مقدار با سطحی خواهد بود. شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله‌اف از توقف طولانی وسیله‌های نقلیه عمومی در خیابان‌های پایتخت شدیداً انتقاد کرد. او گفته است تا هنوز توقف بیرون از معیاری واسطه‌های نقلیات مسافرکشانی جمعیتی به خصوص اتوبوس و ترولبوس‌ها در ایستگاه‌ها به مشاهده می‌رسد که باعث ناراحتی مسافران گردیده به تنبشوی واسطه‌های نقلیات سبب می‌شود. جناب عبیدالله‌اف دستور داده است معاون شهردار نظام حکیمов در همکاری با فعالان فیسبوکی برای حل این مشکل و همچنین تهیه پوشاک همسان برای رانندگان و بلیط فروش‌ها چاره بیندیشد. دادستانی کل تاجیکستان اطلاع داده که شکایت معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی را برای سنجش و چاره‌جویی به دادستانی شهر اسفره و ناحیه‌های کوهستان مسجا و فرخار فرستاده است. اما معاون رئیس حزب نهضت اسلامی محمد علی حید در پاسخ به پیگیری خبرنگار ما گفت از بررسی شکایتنامه آنها در نهادهای دادرسی از دادستانی کل اطلاع به آنها نرسیده است. وی افزود که حزبیان همچنین شکایتنامه‌های به وزارت کارهای داخلی، کمیته امنیت دولتی و دادآوری حقوق بشر یا امبودسمن تاجیکستان نیز فرستاده شد، اما از دادستانی کل تا حال جواب دریافت نکردند. خب فعلا تفتیشات دوام دارد بخصوص در ناحیه شهر اسفره و در دیگر منطقه ها خب جریان دارد، ولی ما از نتیجهش خوب خبر نداریم که چی نتیجه دارد و اینش ما به واسطه به خود پروکراتور جنرالی مراجعه کنیم. یادآوری میکنیم که نیمه دوم ماه اپریل با دستور شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معاون اول رئیس حزب نماینده پیشین مجلس نمایندگان کشور سید عمر حسینی شکایتنامه به دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمانوف فرستاده بود. از خبرهای کوتاه آسیا آگاه میشویم. جوانان خاروق در روز پیروزی با عکس‌های کهن سربازان جنگی بزرگ میهنی از پامیر راهپیمایی سپاه جاویدان را برگزار کردند. این اقدام با همکاری موزه مردمشناسی ولایت مختار کوهستان بدخشان و کارگاه عکاسی ویتا راه اندازی شد. افسر گارد ملی تاجیکستان سرهنگ سید احمد گولوف شام 9 می خود را از فراز ساختمانی بلندآشیانه پایان افکنده خودکشی کرده است. پلیس میگوید سبب‌های خودکشی افسر معلوم نیست و قضیه پژوهش می شود. مقامات قرقیزستان میگویند دور نوی مذاکرات بیشکک و دوشنبه برای تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور همسایه که بارها باعث کشمکش و جنجال شده است، نیمه دوم ماه می در بادکن برگزار خواهد شد. بنابر اطلاع منابع رادیو آزادی در دور از مذاکرات جانب‌ها قطعه بحث برانگیز 5 کیلومتری میان اسفره و بادکن را وارد نقشه ها میکنند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا قطعنامه تصویب کرد که در آن از نهادهای ایرانی درخواسته شده است 3 شهروند زندانی این کشور را آزاد کرده و برای پیدا نمودن شهروند چهارم همکاری بکنند.
این قطعنامه خواستار آزادی امیر حکومتی جیسون رضاییان و سعید عابدینی است و از تهران می‌خواهد کمک کند تا امریکا تواند رابرت لوینسون مأمور پیشین پلیس فدرال امریکا یا FBI را که در ایران ناپدید شده است بیابد. همه مجلسیان حاضر در این جلسه به این قطعنامه رأی مثبت دادند. بر اثر زمین لرزه نو در نپال که روز 12 می روی داد، در پایه اطلاع پیشکی 6 نفر به هلاکت رسیدند. فرودگاه بین المللی شهر کاتماندو پایتخت کشور دوباره بسته شد. مردم از نخستین لحظه‌های زمین لرزه خانه‌های خود را ترک نمودند. لرزش زمین در شهر دهلی پایتخت هندوستان همچنین در افغانستان و چین هم احساس شد. وزارت امور خارجه تاجیکستان اطلاع می‌دهد که نهادهای انتظامی کشور تصمیم گرفتند جوانانی را که از جنگ در سوریه و عراق و یا دیگر کشورها پشیمان شده و می‌خواهند خانه برگردند از مسئولیت آزاد کنند. چنان که خبرگزاری آزیا پلوس با استناد بر یک منبع در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد، همکنون ده‌ها شهروندان تاجیکستان سازمان و گروه‌های تروریستی را ترک کرده در قلمرو ترکیه قرار دارند. آن منبع افزوده آنها از ترس تعقیب به وطن برنمیگردند، ولی ما به آنها خاطر رسان میکنیم که طبق معیارهای قانونگذاری کشور شخصانی که صف گروه‌های مسلح غیرقانونی را اختیاراً ترک میکنند از جوابگری جنایتی آزاد کرده میشوند. اگر به اختصاص باشم برادر عزیز، وابسته به گرفتن امروزه معلومات ما میتونیم با آنها مشاهده کنیم. در ردیف مثلا ساختار محلی ما امروز کار کردستن در شهر نوحی و برنامه روش اجتماعی جوانان داره میتونیم که کورسای زبان انگلیسی، روسی، کامپیوتری فرا گیریم. دیگر مسائل دیگر که میتونن با مسئله روش فعالیت پیکاری با ترینینگ و سمینار در چورگنای ورزشی و امروزه عموما عمومی و فرهنگی او را جلب کنیم. هر امکاناتی که در اجراگی میتونیم و با آنها عملی کنیم. امروز در اجراگی کمیته با وزارت کارهای داخلی کار کرده است. از این رو سمینار کلان در شهر کلو برگزار گردید که 451 نفر در جای 425 نفر اشتراک میکردند. اما مسئله است که امروز میان است جوان کمیته هماهنگساز است و عملی کرده است مسئله را. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرهنگی آسیا که از 6 تا 10 می در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، یک نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. بنابر اطلاع کمیته ملی المپیک کشور، در این قهرمانی زلیم خان یوسفوف در زورآزمایی‌های کشتی آزاد در وزن تا 70 کیلوگرم مدال نقره و فرهاد النقولوف در وزن تا 125 کیلو نشان برنجی به دست آوردند. در زورآزمایی کشتیگران فرنگی در وزن 130 کیلوگرم مراجان تویچیف سزاوار نشان برنجی گردید. برنامه خبری امروز به پایان رسید. خداحافظ تا بازدید بینندگان گرامی.